چیزی که الله تعالی میگه جزاء او وفاقا، جزایی در قیامت بر وفق عمل خدا میده. مثلا در حدیث آمده الله تعالی متکبرین رو در قیامت به شکل مورچه های ریز حشر میکنه که اون لگدمال میشن زیر دست پا. جزای از جنس عمل. تو دنیا میخواسته متکبر باشه خودش رو بزرگ جلوه بده، الله تعالی اونجا او رو مثل مورچه حشر میکنه که لگدمال میشه. یا اون کسانی که به قول معروف ذوالوجهینن، دروان، اینجا یه زبونی دارن، اینجا یه چهره‌ای دارن، اونجا پیش یکی دیگه میرن یه زبان دیگه، چهره دیگه‌ای دارن، منافق صفتن. الله تعالی اینها رو در قیامت در حدیث آمده 2 زبان آتشین میده، چون این دو زبان داشتن، 2 چهره داشتن، جزایی بر وفق عمل خدا بهشون میده. حالا حسد هم انسانو گرگ صفت میکنه، یعنی حسد باعث میشه که انسان دست به یک کارایی بزنه که گرگم اون کارا رو نمیکنه، درنده صفت میکنه آدم رو. بنابراین مولانا با همون قوه معنوی خودش، با تجربه های معنوی خودش میگه چه؟ بیگمان بر صورت گرگان کنن، حاسدان رو در قیامت به شکل گرگ الله حشر میکنه، جزای از جنس عمل. حشر پرحرس خس مردارخوار و حشر اون آدمایی که بسیار حریصن، با ولع، نه حلال سرشونه، نه حلال سرشونه، نه حرام سرشونه، نه جایز نه ناجایز سرشونه، نه اینکه آقا این پول که به جیب من داره فرو میره اشک یتیم، آه بیوه‌زن، ظلم به مظلوم، اصلا براشون مهم نیست، جام میکنن، میخورن، حریصن، آزمندن، اصلا فکری ندارن. مولانا میگه الله تعالی اینها رو به صورت چی حشر میکنه؟ خوک. الله هم رو حفاظت کنه. اینا با این طریقه رسوا میشن. بعد میفهمن که اینا آدمای حریص و حرامخوار بودن که هر چی میرسیدن فقط دنبال زرندوزی بوده، هیچ چی براشون مهم نبود، هیچ حد و مرزی نداشتن برای زرندوزی. آقا این پولی که من میخوام به دست بیارم جنگ خدا و رسول، سود و رباست، مهم نیست، اشک یتیمه، مهم نیست، آه بیوه‌زنه، مهم نیست، ظلم به مظلومه، مهم نیست، آقا شکم من میخواد سیر بشه 10 تا شکم دیگه ممکنه دریده بشه، مهم نیست، خانه من میخواد یک طبقه بره بالا 10 تا خانه به سر مردم خراب میشه، مهم نیست، من میخوام بخندم 10 نفر باید گریه کنن، مهم نیست، فقط شکم من سیر بشه. خوک اینطور خاصیتی داره. با همین سفری که به هندوستان داشتیم، خب اونجا خب کشوری هست که هر نوع مذهبی و هر نوع تیره‌ای و هر نوع گرایشی توشون هست. خب خوک هم بود تو بازاراشون، تو کوچه و اینا، مثل که گوسفند ما شما دم خونه‌مون بلا تشبیه داریم، بعضی جاها تو روستاها اونا خوک هم پرورش میدن. این خوکا تو هر مزبله‌ای، تو هر کثافتی که شما فکر کنید اینا مشغول بودن، میخوردن، هر چی میرسیدن. یعنی اینا رو که ما میدیدیم میگفتیم اللهم لک الحمد والاسلام. خدای اینی که نگاه کن، از این چیزایی که منبر و تریبون جای گفتنش نیست، ما اینا رو میدیدیم تو همونا مشغولن. بعد میگفتیم خدای شکرت که اینا رو تو اسلام نجس العین معرفی کردی و به ما گفتی از اینا نخورید. چیه اینا؟ چی بتونه اینو بخوره؟